عبدالرحمن نظیرمتов رئیس اتفاق هنرمندان تاجیکستان. چخیلی که اتفاق موضوع امروزه میز مدوری که اتفاق هنرمندان برگزار کردگی بود، این اتفاق همچون منبع برای هنرمندان تاجیکستان بود که در این جمع آمد ما پهلوهای که نوابسته به هنرمندی کسبی یا که من رشد این ساحه وابستگی دارد بررسی نموده. به فکر من وقتی خیر هنرمندی عموما ساحه کسبی که در تاجیکستان هست رو به پیشروی نیاز دارد، هم رفته ایستاده است، چون که بسیار شخصانی هستند که میخواهند که از خود نمایند این هنرمندی، چون که طلبکاران این محصولات های هنرمندانی که در تاجیکستان استحصال کرده میشه روز تا روز خریداران خود را پیدا کرده ایستادند. من فکر میکنم که ما میتوانیم که به رشد این ساحه یک تاثیر خودم رسانیم.